السلام علیکم و رحمت الله. مرکز خدمترسانی زیارت شاب همه روزه از ساعت 9 تا ساعت 12 یک شب در خدمت شماست. حالا باشد برای فیتا باش کرد دکتر جان کمی هم باشد برای شما معلومات خواهد داد. رفتید. مرحمت دکتر جان. السلام علیکم و رحمت الله. دارم فیتا باش کرد یعنی برای خنک زدگی و وسپلینی و برای میان درد رادیکولی و استراخندیروز به نهایت فایده خوب داره اگر در یک هفته 2 مرتبه همین چیزا بگیرید. بعد از فیتا باش کرد شما با حجره مخصوص گذاشته شما را با هر گونه مساج ها نورول و کاساپراف واکومی مساج و غیره ها مساج میکنند و بعدا حجامه خواهند گیرید. و البته که بعد از حجامه داروهای گیاهی از جمله قیستالین بعد از حجامه برای گردش خون به نهایت انشالله که ماشاءالله های. سراغای ما شهر مسکو رایون خیمکی مترو براتسلافسکایا مترو لوبلینو. برای معلومات پررو به رقم های زیرین مراجعت کنید. خلاص همیشه مرکز خدمترسانی زیارت شاب در خدمت شما ای بندگان خدا. السلام علیکم و رحمت الله.